با سلام و درود. اکثریت پنجشیر در اختیار جبهه مقاومت ملی است. کسانی که به جغرافیای پنجشیر بلد هستند میدانند که پنجشیر در راههای گوناگون، در راههای خیلی زیاده دارد، در راههای جانبی فرعیه که از جنوب پنجشیر آغاز می شود تا شمال پنجشیر و اکثریت مطلق این دره در اختیار جبهه مقاومت ملی است. چیزی که دشمن فعلا در دست دارد دری عمومی است که در واقع یک جادی عمومی می باشد، اما باقی پنجشیر و نکات استراتژیک پنجشیر در اختیار جبهه مقاومت ملی است و مثل که شما می‌بینید تصاویر و فیلم‌های گوناگون هر روز از جبهه به نشر می‌رسد. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی کجاست؟ رهبر جبهه مقاومت ملی جناب عامر صاحب احمد مسعود در داخل کشور است، در یک جای امن است. آقای امرالله صالح چی؟ از ایشون خبر دارید؟ من در چند روز گذشته ازشان خبر نداشتم، اما دفعه اخیره که خبر داشتیم داخل افغانستان. پیشنهادی شده مبنی بر اینکه میانجیگری صورت بگیره بین شما و طالبان از طرف تاجیکستان و پاکستان، درباره اون چی فکر میکنید؟ خب، صلح یک ارزش انسانی، اسلامی و فرهنگی تمدنی بر ما است. ما هرگز مخالف صلح نیستیم، اما صلح از خود یک تعریف مشخص دارد. برای که ما یک گفتگو را با دشمن آغاز کنیم، یک دشمنی که ما او را به عنوان یک گروه تروریستی و گروه تبهکار امروز میشناسیم که آمدن جنایت انجام میدن، امروز یک نسل کشی در مناطق مختلف افغانستان علل خصوص پنجشیر جریان داره، شستشوی قومی در بعض از مناطق از جمله دایکندی و پنجشیر جریان داره و دیگر مواردی که امروز شما میبینید که به حق بانوان که اکثریت جامعه را تشکیل میدن، تقریبا 51-52% جمعیت افغانستان تشکیل میدن، که جفا به حقشان صورت گرفته و از حقوق لاینفک خود اینا محروم شدن. این نه تنها جبهه مقاومت ملی بلکه مردم افغانستان هیچ نوع اعتماد فعلا به دشمن ندارند و برای آغاز گفتگوهای جدی چی در داخل کشور و چی در سطح منطقه نیاز است که یک اعتماد سازی صورت بگیره. نیاز است که اول متجاوزین و این گروه تروریستی و تبهکار از مناطقی که مربوطش نمی شود عقب نشینی کنند، دست از تجاوز و حمله برکشد. منظورتون چی از مناطقی که مربوط به در سیاست خارجی خود بیاوره؟ این کشور همسایه‌ای که فعلا تجاوز انجام داده، اشغال کرده و حضور داره در داخل افغانستان، این باید عقب نشین کنه. فعلا توپ در میدان جبهه مقاومت ملی و متحدان جبهه مقاومت ملی نیست، فعلا توپ در میدان طالبان و پاکستان می باشه. اینا باید اول اقدامات جدی و ملموس انجام بدهن، بعد از او باز میشه سر گفتگو و مذاکره و این قبیل حرفا صحبت ها رو شروع کرد. آقای نظری، شما گفتید که طالبان باید از مناطقی که مربوط به اونها نیست عقب نشینی بکنن. منظورتون چیه؟ دقیقاً این برای همه مردم معلوم است. در جایی که طالبان ریشه ندارن، در جایی که طالبان حمایت مردم را ندارن که اکثریت مطلق افغانستان میشه، اینا باید عقب نشینی کنن. و امروز معلوم شد، در بیش از 10 روز میشه که برای همه مردم افغانستان معلوم شده که برای همه دنیا معلوم شده که طالبان در اکثریت افغانستان حمایت نمیشه. شما این تظاهرات دیدن در داخل افغانستان، در شهرهای مختلف، در حتی روستاها مردم بالا شدن و اعتراض خود را نشان دادن در مقابل طالبان و حتی در جنوب افغانستان چون این چیزهای صورت گرفت. فلحاظا در جایی که طالبان حمایت نمیشوند، ریشه ندارند، به عنوان یک متجاوز، به عنوان یک گروه بیگانه شمرده میشوند، اینا باید از اون مناطق براین عقب نشینی کنند تا مردم دوباره حاکمیت و حکومت در اون مناطق در دست بگیرند. تا زمانی که ما متجاوز در این شهرها و مناطق داشته باشیم، هیچ گونه مذاکره و گفتگو بر ما
مطرح نیست. ممنونم از میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان.